سلام، برای بکس مکس تیوی برگشتیم با یکی دیگه از فیلم‌های صحنه‌دار قبل انقلاب که قرار صحنه‌های پشم‌ریزونی رو داشته باشیم. فیلمی که برای امروز میخوام بهتون معرفی کنم علاوه بر صحنه‌های جذابش، یه فیلم خوش ساختیه که دیدنش اصلا خالی از لطف نیست. راستی قبل از اینکه شروع کنیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب به کانال رو هم فراموش نکنید که باعث دلگرمی منه. خب همونطور که خودتون میدونید فیلم‌های ایرانی قبل انقلاب صحنه‌های مثبت هجده زیادی داشتن. مثل سینمای الان نیست که با لباس و روسری برن همون. اون موقع یه قوقایی بوده که هرچی بگم کم گفتم. پس برای دوستایی که تازه وارد کانال شدن بگم که من تو این کانال صحنه‌دارترین این فیلم‌ها و فیلم‌های صحنه‌دار خارجی رو بهتون معرفی می‌کنم که با دیدنش کلی حال کنید و لذت ببرید. پس برای اینکه ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید، اون دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید و ویدیو رو لایک کنید. فیلمی که برای ویدیو امروز می‌خوام بهتون معرفی کنم، فیلم ایرانی قدیمی نقص فنی محصول سال 1355. فیلم به کارگردانی نصرت الله وحدت و نویسندگی محمد سعید حبشی ساخته شده. از بازیگری فیلم میتونیم به ژاله کریمی، شیوا، نصرت الله وحدت، سرور رجایی و ناصر گیتیجا اسم ببریم. نقص فنی فیلم کاملا کمدی نیست، اما علاوه بر صحنه‌های سکسی زیادش خنده به روی لپاتون میاره. فیلم درباره شخصی به اسم محمود هستش که از همسرش جیلا بچه میخواد، اما جیلا به خاطر اینکه زیبایی خودش رو حفظ کنه راضی به بچه دار شدن نیست. محمود هم هی با زنش حرف میزنه تا مخشو بزنن نفت در بیارن و بچه دار بشن، اما وقتی که همسرش راضی میشه طی اتفاقی ضربه به سر محمود میخوره و فیوز میپرونه که همین باز میشه عقیم بشه. محمود با وساطت دوستش برای معالجه به فرانسه میره، اما خب بدون نتیجه برمیگرده و بهش خبر میرسه که همسرش رو دزدیدن. محمود هم میره تا همسرش رو نجات بده و طی درگیری‌هایی که به وجود میاد دوباره ضربه به سرش میخوره و سلامتیش برمیگرده. اما غافل از اینکه همه اینا برنامه‌ریزی شده بود که برای ادامه داستان بهتر خودتون فیلمو ببینید. بازم مرسی که توی ویدیو امروز با کانال خودتون همراه بودید. اگر دوست داشتین برای حمایت از کانال خودتون اون لایک قشنگ رو بزنید و به کانال هم سابسکرایب کنید. راستی توی این ویدیو هم فیلم‌های صحنه‌دار گلشیفته فراهانی رو بهتون معرفی کردم که پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید.